تو مسیری که داشتم میومدم یه نفر جلو قنبر رو گرفت، گفت شنیدم علی رو خیلی دوست داری. آره. گفت خیلی عاشقشم. یه سیلی زد تو گوش قنبر، سرشو انداخت. گفت اینم پاداش کسی که علی رو دوست داره. سلمان میگه من این صحنه رو دیدم خیلی ریختم به هم. گفتم آقا تو مسیر که داشتم میادم یه صحنه ای رو دیدم ریختم به هم. گفت چی دیدی؟ گفتم آقا جریان این بود. آقا فرمودن زود. گفتن قنبر چی؟ آقا برگشت گفت خیلی عاشقش. گفت آقا سیلی زد تو گوش قنبر. گفت قنبر چی کار کرد؟ گفت آقا سرش انداخت پایین. گفت سلمان حالم خوب نیست، این قراری که داشتیم بذار برای یه روز دیگه. 4 روز هیچ گم نرفت. گفت خب بریم یه سری بهش بزنیم. گفت 4 روز تب کرده تمام. حالتون که خوب بود چی شد؟ گفت بغضش ترکی. گفت قنبرمو سیلی زد. اما اگه 1 قدم شما برای اینا وردارید 10 قدم براتون برمیدارم.